نقاشی‌هایی که خیلی دوستشون داریم همیشه یه وسوسه‌ای رو توی دلمون زنده میکنن. اونم کپی کردن ازشونه. حالا که نقاشی مورد علاقمون رو پیدا کردیم، زمان کپی کردنه. سوال مهم اینجاست که چرا میخوایم از این اثر کپی بکنیم؟ آیا میخوایم نحوه کار کردن اون هنرمند با ابزارش رو بسنجیم یا شرح تمرین هایی مثل فام رنگ، درک درجات خاکستری و دمای رنگ ها رو تو اون کار بررسی بکنیم؟ وقتی به جدول بازه های خاکستری نگاه میکنیم 10 تا درجه در مقابلمون قرار داره. برای رسیدن به تونالیته، انتخاب این درجه ها و نحوه توزیع اونها، دسته‌بندی کردن در مراحل ابتدای کار و سنجش میزان تیرگی روشنایی از مواردی هست که باید بهش دقت بکنیم. در ورکشاپ پیش رو به سراغ یکی از آثار شاخص تاریخ هنر یعنی قتل عام بیگناهان اثر نیکولا پوسن میریم و به دنبال این هستیم که بفهمیم پوسن چگونه در اثر خودش درجات خاکستری رو توضیح میکنه و فاهمه دقیق تری از مفهوم تونالیته به دست میاره.